کسی پیش یک فالبین می رود و آن چیزی که فالبین می گوید این کس می گوید که راست گفتی. همین کلمه راست گفتیش حبیب خدا گفت که 40 روزه عبادتت از نامه اعمالت خط زده شد. 40 روزه نماز، یک کلمه که گفتی راست گفتی، 40 روز نمازت محروم شدی. میدانی نمازت این برای تو در روز قیامت دستگیر است. تو دستگیری خودت، یاردمچی خودت کرک کردی، نابود کردی. من اتی عرافا او کاهنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که پیش یک جادوگر می رود، کسی پیش یک آدمی که غیب گپ میزند می رود، کسی پیش یک فالبین می رود و تصدیق میکند آن چیزی که وی میگوید، حبیب خدا گفت فقط کفر بما انزل علی محمد، شما به قرآنی که بر محمد نازل شده از کافر شدید. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گای مرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. پیش فالبین یا پیش جادوگر می رود. ان عایشه، این حدیث متفق علیه است، سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس من الکهان، یک گروه مردم پیش حبیب خدا آمدن. عایشه میگوید، مادر مانزن رسول اکرم، دختر ابوبکر صدیق، میگوید من گوش داشتم نزد حبیب خدا بدم. گفتن که ای حبیب خدا، در حق همین جادوگرها چی میگویی؟ از جادوگرها پرسیدن. لیسو بشیء، حبیب خدا گفت جادوگرها این چیزی نیستن. گفت یعنی هیچ چیز نیستن. گفت اینا. فقالوا یا رسول الله، این مردم گفت ای حبیب خدا، انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. ای حبیب خدا گفت اونها را گوش انداز، بعضی وقتا چیزایی میگویند که حق است، بعضی چیزهایی را پیشکی میگویند که حقیقت دارد. رسول اکرم چی گفتند؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم تلك الكلمة من الحق يختفوها الجني فيقرها في اذون وليه. حبیب خدا گفت که آن کلمه حق را که این جادوگرها و فالبینها به سمع شما رسانیدن، این کلمه حق را آنها از آسمان دزدیدن، از بین ملائکه ها دزدیدن، آمدن در گوش همون ولی خود چون که جادوگر است در گوش او گفتند. فیخلطون معها مئة کذبتین. حضرت گفت بعد آنه که یک کلمه حقی را که این جنها از آسمان می دزدند و آورده در گوش همون سردار خود می گویند، این جادوگر 100 دروغ دیگر را با او آمیخته می کند و بین شما پیشنهاد می کند. در روایت بخاری است که عایشه روایت می کند، می گوید جنها نزد ابر می روند، تا نزدیکی ابر می روند، آن صداهایی که در آسمان، آن واقعهایی که در آینده رخ می دهد جنها گوش می کنند و اونها را گرفته آورده در همین
جادوگر و فالبین هایی که اونها یار شیدگی هستند در گوش اونها میرساند و اونها به شما میرسانند. شما میگوید حق میگوید. حبیب خدا گفت شما در داخل اون 100 دروغی دیگر وجود دارد، باور نکنید. گفتند هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. یا کنی تصدیق قول فالبین یا کنی دشنام رب العالمین، برابر است. بسیار گناهی وزنین است. دادرای عزیز، هیچ وقت به اینها تکیه نکنید. اونا آدمای جینی هستند، اونا جین دارند. اونها را باید که دعاخوانها دعا خوانند. اونا گویم باور که در این جامعه ما بی‌نهایت ضرر کلان میرسانند. کسی که پیش اونها میرود اون را هم صاحب جین میگردانند. یعنی کسل‌های دیوانه کسل و هر گونه کسل‌هایی که خیالی میشوند همش از حساب هم جادوگر و فالبین هاست که لشکرهای زیاد دارند. کسی با آنها مراجعت میکند اون هم الکی در چند جینی او گرفتار میشود. هیچ وقت با آنها نزدیک نشوید. از آنها باور هم ندارید. از آنها هیچ فایده ای نیست. و همان زنهایی که میخواهند شوهرهاشان دوستشان دارند، آخر از دست فالبین چی می آید؟ از دست جادوگر چی می آید؟ تو خدمت شوهر کن، شوهر از تو راضی می شود. و تو در دنیا به واسطه جادوگر مثال گویم دلی او را گرم میکنی، در قبر در آخرت در نزد پروردگار چی میگوی؟ حبیب خدا میگه ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی که از او شوهرش راضی باشد این زمان وی وارد جنت می شود. ای جادوگر و فالبین تو را جنت بردن نمیتواند کو. دزدانی که در بازارها پول دزدی میکنند، خداوند با آنها چگونه عمل میکرده باشد؟ التماس جوابشان منتظرند. ای مال یک برادر تا دزدی کردن، گویم یک برادر مسلمان تا ضرر رسانیدن، آیا چی فایده دارد؟ همون حدیثی که اتدرون من المفلس، حبیب خدا گفت ای صحابه ها میدانید مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار له. مفلس گفت بله ای حبیب خدا کسی هست که پول ندارد مال ندارد، این مفلس میگویند. گفت نه، گفت میگویند. گفت نه، گفت این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفت مفلس کسی است که در روز قیامت نماز دارد، روزه دارد، زکات دارد. خب لیکن وای راست میکنن همین نماز خانه و یأتی قد شتم هذا. یک کس می آید به پروردگار میگوید ای الله همین شخصی که نماز میخواند، زکات میداد، روزه میگرفت، همین آدم در دنیا مرا دشنام دادگی هست و اکل مال هذا. دیگرش میاد میگوید ای پروردگار انا همین شخص در دنیا پول مرا دزدیدگی بود. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسنات. اینجا چند گروه می آید. گروهی می آید که میگوید مرا در دنیا کشتگی است، گروهی می آید میگوید مرا در دنیا تهمت کردگی است و این گونه. الله در آخر چیکار میکند؟ از حسنات این آدمی نمازخوان و زکات دهنده حسناتش میگیرد و در این انسانهایی که در دنیا گویم جبر از دست این دیده بودن در دست اینها میدهد. وقتی که نیکی این آدم که تمام شد الله امر میکرد که باید دوزخ بره. یعنی انسانی که در دنیا اگر گویم مال دزدی میکند، یک برادرش تهمت میکند، یک آدم در ظلم میکند، یقین داند که در روز قیامت از حسناتش گرفته میشود و با این شخصانی که در دنیا آزار داده بود داده میشود.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش میکنم که با این سوال ما جواب دهید. میگویند که اگر دستت سیخ زند یا اینکه در انگشتت ریسک باشد در دستت پول می آید، اینها در اسلام هستند یا نه؟ و باز میگویند که اگر پایت سیخ زند در خانه‌ات مهمان می آید، اینا درست است یا نه؟ التماس با این سوال ما جواب دهید. ما یک گروه مخلصان شما اینا هستند در مردم ما و شما دست سیخ میزند یا پای سیخ میزند مهمان می آید یا که دیگر، یا در ناخن‌های ما و شما یک سفیدی پیدا می شود، میگویند که این ریسک است. اینا خرافاتند. خرافات شاید شما ندانید خرافات چیست. خرافات، معنای خرافات چیست؟ گپی بیهوده. گپی بیهوده را خرافات میگویند، یا عقیده یا مفهومی که بی اساس است، هیچ پایه علمی ندارد، این خرافات میگویند. در ما و شما خرافات خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. حتی در روز جمعه مثال زنها را غسل نکنید، یا اینکه خفاوه نکنید، یا در چایهامان یک شمه میبینند مهمان است فلان گفته، اینا همه خرافات هستند. اینا در باور نکنید، همه این دروغ است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله میگوید من رزق میدهم، اگر همین ناخنت پوری سفیدی کی شود، اگر من رزقت ندهم این به این رزق پیدا نمی شود. این دروغ است. اینا معنا ندارد، اینا در هیچ وقت باور نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی. خداوند زبان شما را باز هم شیرین‌تر و براتر بگرداند و دشمنی تو را کور بگرداند. از برادر شما یک سوال. من چند بی نماز را با واسطه دروغ گفتن، حال آنکه دروغگویی نقض نیست و پیامبر ما گفتند الکذب لامتی، یعنی دروغگو امتی من نیست. من چند بی نماز را با واسطه دروغ نمازخوان کردم. این کار کرده من درست است یا این حدیث پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم مرا در فکر ماند؟ التماس اکای حاجی جواب این سوال مرا خوب میشد که پره به ما میگفتید. خدا شما را نگه دارد. برادر عزیز، در اسلام دروغ گفتن حرام است. چگونه ای که چندین حدیث ها را ما در باب 5 صفت مؤمن برای شما گفته بودم که حتی حبیب خدا گفتند که از برای پیغمبر گفتند آیا مؤمن ترسانچک می شود؟ گفتند بله مؤمن ترسانچک می شود. گفتند آیا مؤمن گفتند دروغگوی می شود؟ حبیب خدا گفتند نه، گفتند مؤمن دروغگوی نمی شود. مقصد آدم مؤمن باید دروغ نگوید، لیکن در اسلام در 3 حالت دروغ اجازت میدهند. یکی در حالت حرب، حالتی که جنگ باشد، یعنی از دو طرف دشمن ها و این طرف مثال گوییم آدمانی که با این دشمن ها می جنگند، برای جای خود عوض کردن که پیش از آنه که دشمن تو را کشد تو دشمن را مثال به قتل رسانی، این حالت هم اگر فریب دهی این هم جایز است، دروغ جایز است. دوم اصلاحی بین 2 نفر، چگونه که گفتیم یک عائله را برقرار کردن یا 2 برادری که با یکدیگر قهری هستند، اینا را ما میتونیم که با واسطه دروغ در پیش اینش اینش تعریف کنیم، در پیش اینش تعریف کنیم و هر دینها را باز چکار کنیم؟ برادر همون اصلی گردانیم. سوم میتواند که مرد زنش را و زن شوهرش را دروغ گوید. اینا در اسلام اجازت دادن، مثل که برای راضی کردن دل زن ما میتوانیم گوییم که مثال زنک پروا نکن، همین یک مدت پس یک چند مبلغ در دست من می آید، برای تو گوشوار تیلا و گردنبند تیلا خریده می دهم، برای دل همون زن به دست گرفتن اگر دروغ گویم اجازت هست. یا گویم زنک پروا نکن، سال آینده من تو را حج روان میکنم.
این هم اجازت است. ببین تا که در بین همین زن و شوهر الفت و مهربانی باقی ماند و با یک دل امیدی که یعنی همین شوهر با من مهر دارد، یعنی با من محبت دارد، در نیت گویم که یعنی زیبا کردن و آبادی من این شوهر است گفتنده، یعنی اسلام اجازت میدهد. از این خاطر همین برادری که با دروغ نماز خوان شود باور که این خیلی وزنین است. امروز الحمدلله که وای مثال ببیند توده جوانها را نماز خواندن، اینقدر احادیث ها، اینقدر آیت های قرآن، نسوی پروردگار توبه میکنی که خداوند اگر گناه باشد گناه تو را بخشیده گرداند. و این برادری که نماز خوان شده است یعنی خوش به حالش که البته از دست شما هدایت یافته است. در همین سه حالت اجازت میدهند که اگر ما و شما دروغ گوییم. بابای داملا السلام علیکم، عوض کردن دندان پوسیده با تیلا برای مردان درست است یا نه؟ اگر نه برای چی عوض باید کرد؟ بر چی عوض باید کرد؟ یعنی امروز گویم که فتواشم صادر شده است، فتواهای اکای داملا محمدی هست، در فتوای محمودی هم بسیار یک بیانی خوب کردند که اگر ضرورت باشد ما و شما دندانها ما تیلا هم کنیم باقی نداره. این اگر دندانهای پوسیده داشته باشه، خب دندانهایی که ما و شما را آزار میدهد اگر اونها را تیلا هم که کنیم ضرری نداره از روی ضرورت. لیکن از روی زیبایی و زینت در اسلام حرام است، هیچ وقت اجازت نمیدهد. لیکن اگر شما گویم که تیلا را هم یک طرف گذارین و از صدف یا از دیگر نمودهایی که الحال برآمده است، سنگهایی که یعنی بسیار قیمتش از تیلا هم بالا است، قیمتش فرفور میگوین یا که فاسفور میگوین چیزی میگوین، اگر از اونها هم که کنیم با اینش بهتر. لیکن اگر با اون شرایط ما نرسید تیلا هم که کنیم رخصت است، اجازت است. دوم سوال، خوردن گوشت جیره، قشقلداق، روغن خیرس و بسیار به مانند اینها به نیت طبابت درست است یا نه؟ برادر عزیز، میگه یک شخص از حبیب خدا را پرسان کرد که حبیب خدا همین عرق در جسم آدم فایده دارد؟ در جسم گفت گویم که یک شکل طبابتی را دارد. حبیب خدا به جانب این مرچی گفت انه لیس بدواء ولکنه داء. این حدیث مسلم است. حضرت گفتن نه، گفتن عرق، گفتن این دوایی نیست بلکه گفتن سر به سر درد است. گفتن انسان وقتی عرق می نوشد گفت هیچ فایده در جسم او نمی شود بلکه سر به سر بدن او را درمند می کند، جسم او را ضعیف می گرداند، اعضاهای او را گویم باز بیمارتر می گرداند. این شفا ندارد. ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. حبیب خدا گفتن پروردگار هم درد داده است و هم دوا داده است، هم درد دارد هم دوا دارد و از برای هر یک درد دوای هم پروردگار روان کرده است. و حبیب خدا گفتن شما دوایی کنید لیکن فقط به چیزی حلال دوایی کنید، از حرام ها دور باشید. حضرت ابن مسعود چی میگوید؟ ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. در آن چیزی که الله و حرام گفته است در او شفا گذاشتگی نیست. شما به چیز حرام هیچ وقت طبابت نکنید. این است در باب گویم که با چیز حرام طبابت کردن. در حالت چیز حرام در فقه از آن جمله حنفی هم رخصت میدهند که اگر تمام حلال کرده ها را استفاده میبریم، تمام معالجه های دکتر را استفاده میبریم، میبینیم که هیچ فایده نمیشود، بعدا یگان طبیب حاذق، طبیب دانایی که اگر ما و شما را دلالتی با چیزی حرام کند، این حالت در اسلام برای ما رخصت میدهد که
یک کم برای طبابت استفاده میبریم. اگر وقتی که تمام حلال کرده ها را ما و شما استفاده بریم، در برابری گویم همین میگن روغن خیرس گرم است، گوشت گوسفند هم گرم است، عسل هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، بسیار چیزایی هستند که اینا هم میجازشان گرم است. شما میتونید با این حلال کرده ها، زیرا که وقتی که شما عرق نوشی را پیشنهاد کین یا یگان چیزی حرامه که خوردن گرفتین، این علاقه شما را عادت میکناند، شما علاقه عادتی میشوید. من گفتم مکتوبه ها را خیلی کم نویسید، بسیار دراز می نویسند، تمام ترجمه شو می نویسند بعضیش. بسم الله الرحمن الرحیم. ز بسم الله بگشادم دری راز، ثنای ذاتی بیچون کردم آغاز. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ببخشید یگان میده وقتتان را گرفته، از شما یک دو جواب انیق را گرفتنی. من یک زنی گناهگارم داملای شیرین سخن، کسیته های شما را قریب که همه اشان را گوش کردم و باز من بسیارتر کتاب های دررت الواعظین و قصص الانبیا را میخوانم. باز من این قدر گناه بسیار میکنم. داملای مهربان، شما درباره پدر و مادر و شوهر را چخیل باید حرمت کردن بسیار سخن گفتید. من باشم از خدا می ترسم که من شوهرم را نزد دیده یکدیگر را گرفتیم و پدر و مادرم را از برای این شوهر شده آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن، خب و با پدر و مادر ملال شدن، حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چهلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقته بیان میکند و این مخلص شما هست، اما با گفته هایتان نمی کند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحت او خوانده فراموشم می آید. این باشد باز یک گناه من است. وی باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، دو گوشی شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. داملای شیرین بیان، از شما خواهش دارم دعای شما در نزد یزدان پاک قبول میگردد. در حق من دعای خیر کنید و من صبر جمیل دهد از شر شیطان ظالم، از بدیهای نفس اماره خدا مرا نگاه دارد. خب التجا دارم باز یک بار دیگر به من مصلحت دهید که من چخیل حرمت شوهرم را کنم. از خدا می ترسم که در قطار روسیاهان نباشم. من آنقدر دختری با صبر نبودم. از وقتی که کسیته ها را کشاده گوش کردم خیلی هم با صبر شدم. در آخر به شما گفتنی هستم که خداوند صف شما ها را زیاد بگرداند. یعنی البته حرمت شوهر برای هر یک زن فرض است، لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر را کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود. این چگونه احترام شوهر است و این چگونه مخلصی ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکند. این مخلصی ما هم نیست. مخلصی ما شخصی است که پیروی آیات های قرآن و پیروی احادیث های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم. این مخلصی ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم. این مخلصی ما نیست. مخلصی ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد.
حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیبی خدا. قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست، همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است. اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی، اگر پدر و مادر از تو ناخوشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم بزیدی و مقابل دشمنای خدا چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر مادر زنده است؟ گفت بله پدر مادرم زنده است. ففیه ما فجاهی، حبیبی خدا گفت رو خدمت هم پدر مادر کن، اینم جهادی در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر مادر نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند، این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانید، دست ها زیر ناف نگیرین. ما چی خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنین. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها به حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم، من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلموه ولا یحقروه. مسلمان باید برادرش تحقیر نکند، مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید، مسلمان باید مسلمان در یک دشمن تسلیم نکند، مسلمان باید نسبت یک برادر حسد نداشته باشد، مسلمان باید نسبت یک برادرش کینه نداشته باشد. راستی بار من چی گویم به آن شخصانی که چگونه زبان کشاده می شود و حضرت امام ابو حنیفه را ما و شما تنقید میکنیم؟ باور کنین آیا همین کدام شما را خوش می آید که نسبت حضرت امام ابو حنیفه که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند، چگونه همین زبان کشاده می شود ما و شما حضرت امام ابو حنیفه را تنقید میکنیم؟ آیا حقوق داریم؟ همینده نداریم حقوق، هیچگاه حقوق نداریم. باور که همون جوانایی که برادر عزیز ابو حنیفه را تنقید میکنند همونها خودشان گمراه هستند، خودشان به عقل هستند، خودشان باور کنین اونها سلفی نیستند، اونها گمراه هستند. نگذارین برادرای عزیز، نگذارین که اونها در پیش شما این امامی که دنیا و اعتراف میکند میشناسد اونها تنقید کنند. شما اگر گوش اندازین در گوش کردنش گناهگار میشین، به خدا قسم. گوش کردنش ده وقتی یک آدمی عادی را گوییم، یک برادری که تماما سواد ندارد، خط ندارد،
وقتی شما غیبت میکنید گناهکار میشوید. پس یک امامی که گویم مجتهد است، اینقدر گویم کتاب‌ها و مسئله ها را برای ما و شما کتابت کردن، چگونه در غیبت او ما و شما گناهکار نمیشیم؟ محترم اکای حاجی میرزا، یک نفر مخلص شما از ناحیه کلخازآباد، زبیدالله، اینم الحال آمده است. خیلی سوالای تعجیلی به دست جوابشان میگردانیم. احترامانه از شما خواهش میکنم با این سوالی من جواب کنید. یک شخص یک پیاله عرق نوشید و از هوش بیگانه نشده باشد، نماز خواندن او درست است یا نه؟ برادر عزیز، میتونه ما سوره مؤمنون تلاوت کنیم. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. الله میگوید همان مؤمن نجات یافته اگر در نمازش خاشع باشد، در نمازش شکست دل باشد، در نمازش حضور دل داشته باشد. وقتی تو حرام کرده پروردگار را میخوری، باز بالای جای نماز میبرایی، آیا در کجاست همون حضور دل؟ در کجاست همون خدا ترسی؟ کجاست؟ آخر آدم نماز میخواند که از خدا میترسد. ما 5 صفت مؤمنه از سوره انفال برای شما تعلیق کردیم. یکمش چی بود؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. هر وقتایی که یاد پروردگار در پیش اونها کرده شود، دلهای اونها ترسان باشد. از الله باید ترسان باشد. کجاست همون ترسی تو؟ کجاست همون نشانه مؤمنی تو؟ البته این نماز مثل همون حجی که آدم از پول حرام می رود حج میکند، حجش قبول، لیکن از ثواب حج محروم است و هیچ ثوابی نمیگیرد. اگرچه این نماز فقهای ما و شما اگر درستم که گویند، لیکن هیچ ثوابی ندارد. زیرا طلب الحلال فریضه علی کل مسلم است. حلال طلب کردنش به ذمه همه مسلمان چی است؟ فرض است که ما و شما از وجه حلال و لقمه حلال خوریم. در این جسمی که حرام کرده پروردگار راه دادیم، حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ گفت که از حبیب خدا حدیث را شنیدم، کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. هر جسدی که در او حرام کرده پروردگار در آمد، این جسد روز قیامت عذاب خواهد کشید. برای همین از عذاب پروردگار دور باش. این گونه نماز هم نیست باور کنیم. گفتی شاعر نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر نماز از ترس خدا نباشد، نمازی که برای رضاگی خدا نباشد، این نماز اگر در کعبه که بخوانی نمازت نماز نمی شود. حرام خورده است نماز خوانده است، زنا کرده است نماز خوانده است، دزدی کرده است نماز خوانده است. این آخه مسخره کردن در اسلام می شود. دوم، یک شخص ناز کشید و طهارت نکردن نماز خواندن او درست است یا نه؟ همین نازکش کی تعریف کرده است؟ کجاست همه آدمی که همین ناز تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون نازکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در نازخری استفاده برد. اگر همون پولی که در نازکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم، این حق کودکا است. ما در روی گناه همینش میگد برای شما بسنده است. اگر ناز کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدی طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد، با مسجد ما نیاید. زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن نازکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان نازکش به دهان آدم مانند نیست. نه دندانی حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدما گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی نازکش خواب است. آفرین، باور کنید. انا مولانا میگه
باید همون زن اگر فوکش بند ده خواب کنه درست است میگه، درست است. خب سوم، جوانان و یک قسم آدمان حاضره با لباس آستین کلته و سریلیج نماز میخوانند. این درست است یا نه؟ با احترام مهمان شما زبیدالله، این برادر ما علاکه در اینجا مهمان بوده.